الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التمان الأكملان على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه 56 از آموزش کلمة التوحید، کلمة التقوى، کلمة الطیبه، لا اله الا الله محمد رسول الله می باشد که معنیش نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده و رسول الله هستند. ان شاء الله در این حلقه باقی مانده از مسائلی که تعلق به شرط پنجم صحت لا اله الا الله دارد به شما بیان می نماییم. در حلقه گذشته به شما بیان کرده شد که محبت و دوستداری این شرط صحت لا اله الا الله است و معنی محبت لغتاً و معنی محبت اصطلاحاً به شما بیان کرده شد. بارک الله فیکم. و حالا باشد به شما دلیل ها را از قرآن و سنت ذکر می نماییم، یا که دلیل های قرآن را در این حلقه ذکر می کنیم و در حلقه آینده دلیل های سنت را، تا که بیان گردد که محبت در حقیقت شرط صحت لا اله الا الله است. پیش از ذکر کردن دلیل های قرآن برای اثبات شرط محبت، به شما مرتبه های محبت را ذکر میکنیم. ابن القیم الجوزی در کتاب مدارج السالکین و روضه و این چنین در کتاب زاد المعاد خود ذکر نموده اند که محبت مرتبه های خود را دارد، درجه و زینه های خود را دارد. اولین درجه محبت این علاقه هست، بعد از این اراده و خواستن، بعد از این صباب، الغرام، الموده، الشغف والعشق، التتمی، التعبد، الخله، المحبت و الخله. بالاترین درجه محبت اعلاترینش خله هست. خله برای همین حضرت ابراهیم را ابراهیم الخلیل میگن، یعنی بالاترین دوستداری، و محمد صلی الله علیه و سلم را محمد خلیل الله گفته می شود. ما دو خلیل داریم از پیامبران، ابراهیم و محمد، و از این دو خلیل بهترین خلیل این محمد صلی الله علیه و سلم خلیل الله هستند. یعنی به نهایت نزدیکترین دوست داشته ترین انسان به الله و دوست دارنده الله رب العزت و الجلال. و بعد از محمد صلی الله علیه و سلم ابو بکر، بخشش البته بعد از محمد صلی الله علیه و سلم ابراهیم خلیل الله. بارک الله فیکم. پس این مرتبه های محبت بود، یعنی محبت هم سستر هست و آیسته آیسته درجه بالای خود را دارد. البته الله رب العزت و الجلال در قرآن عظیم و شان در یک چند آیت ها ذکر نموده است که در حقیقت محبت این شرط صحت لا اله الا الله، شرط صحت توحید است. در سوره بقره آیت 165 الله میگوید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله. و از مردم کسانی هستند که غیر الله را به الله شریک ساخته اند و همین طاغوتانی که غیر الله پرسته میشد همونها را دوست می‌دارند، گویا که الله را دوست می‌دارند، به مانند دوستداری الله غیر الله را دوست می‌دارند. یعنی از درون مردم بعضی از مردم غیر الله را به خودشان اله گرفتند، به الله انداد و شریک قرار دادند و همین طاغوت هایی که غیر الله گرفتند همونها را دوست می‌دارند، گویا که الله را دوست می‌دارند. اما دانید که والذین آمنوا اشد حبا لله، آنانی که ایمان آوردند حبشان به الله بینهایت سخت است. مؤمنین حبشان به الله سخت است. و این چنین در سوره مائده آیت 54 الله سبحانه و تعالی ذکر میکند و میگوید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم
ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء والله واسع علیم. ای آنانی که ایمان آورده اید، کسی از شما وقتی که از دین روی گردانید و مرتد شد، از دینش مرتد شد و برید واقع شد، کافر شد، پس زود است که الله یک قومی را می آورد که این قومی بعد از مرتد شده ها آمده الله را دوست می دارند. یحبهم، بقوم یحبهم، الله این قوم را دوست می دارد. الله خودش یک قوم را می آورد که این قوم را خود الله دوست می دارد و یحبونه، و همین انسان ها و همین قوم هم الله را دوست می دارند. و این قوم کی ها هستند؟ این قوم کسانی هستند که اذلت علی المؤمنین، بر نسبت مؤمنان اینها خاکسار و متواضع هستند، مهربان هستند. اعزت علی الکافرین، اما در حق کافران اونها عزیز هستند و بزرگ هستند و شرفمند هستند و بر بالای اونها قهر دارند. یجاهدون فی سبیل الله، اینها کسانی هستند که در راه الله جهاد میکنند. ولا یخافون لومة لائم، از ملامت کننده ها هیچ نمی ترسند. و این فضل الله هست که بر کسی خواهد میدهد و الله به نهایت واسعی علیم است، داننده است. در حقیقت از این آیه 54 سوره مائده چندین فایده ها گرفته میشد. فایده اول این است که اهل ایمان در بعض حالت مرتد می شوند. بعضی از اهل ایمان، نفر یا که جماعوی فرق ندارد، در بعضی حالت مرتد می شوند، از اسلام روی می گردانند. خیلی که در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و در زمان ابوبکر صدیق این واقعه به وقوع پیوست و امروز هم می بینیم که چقدر مسلمان هایی که خود را مسلمان میگن مرتد می شوند. و این چنین از این آیت ما فایده میگیریم که هر کسی که الله را میگوید که من الله را دوست میدارم، محبت الله را دارم، باید این انسان در حق مسلمان ها، نسبت مسلمان ها خاکسار باشد، متواضع باشد، مسلمان ها را دوست دارد، اهل ایمان را دوست بدارد و اهل ایمان را نصرت بدهد، به محبت، موالات، عملا محبت و دوستداری موالات بکند. و اینچنین فایده میگیریم که کسی که محبت الله را دارد باید کافران را بد بیند، از اونها بیزاری جوید، دور باشد و کافران را کافر بگوید، دشمنی بکند، هم به قلب و هم به زبان و هم به عمل به کافران دشمن باشد. و از چیزهای لازمی براءت، یعنی آن چیزی که یکی از چیزهای لوازمی براءت است، این است که با کافرها جنگ بکند، با کافرها جهاد بکند. علما میگن جهاد و توحید این دو چیزی است که به هم دیگر پیوست است و یکی اش به دیگرش به قله اعلا رسیدنش ناممکن است. توحید به جهاد و جهاد به توحید قائم شدنش ناممکن است. اما اهل ارجاء، سخت‌ترین مردم با در ضد توحید و ضد جهاد و ضد اهل جهاد هستند و همین ارجاء مرجعه هستند که دوستی و مظاهره و معاونت بر کفار کافرین دارند و ضد موحدین، مجاهدین جنگ میکنند و باز خود را مسلمان مینادند و اهل سنت را خوارج میگن. البته این صفت مرجعه است. و از این دو آیت هم فهمیده شد که محبت این شرط صحت لا اله الا الله است. و در سوره آل عمران آیت 31 هم آمده است که الله میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ای محمد صلی الله علیه وسلم بگو اگر شما الله را دوست بدارید، ای مردم اگر شما الله را دوست بدارید به من پیرو بشوید، الله شما را دوست خواهد داشت و گناههای شما را مغفرت خواهد کرد. یعنی محبت این نیست که کسی ادعا بکند و بگوید که من الله را دوست می‌دارم و بعد از این مخالف قرآن و مخالف سنت زندگی بکند.
محبت آن است که انسان پیروی رسول الله صلی الله علیه وسلم بکند و هر کسی که پیروی رسول الله کرد، چنگ به سنت و قرآن زد، در این حالت الله این بنده را دوست می دارد و گناهش را مغفرت می کند. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در این مسئله یک بیت زیبای را نوشته اند و میگویند: تعصی الاله و انت تزعم حبه، هذا محال في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ای بنده الله، گناه میکنی، به الله معصیت را انجام میدهی و باز تو ادعا میکنی و دعوا داری که الله را دوست داری؟ و این بی نهایت محال است و ناممکن است که انسان الله را دوست بدارد و باز گناه بکند، زنا بکند، دزدی بکند، عاق والدین بشود، توحید نداشته باشد، شرک بکند و باز بگوید که الله را دوست بدارم. این ناممکن است. لو كان حبك صادقا لأطعته، ای بنده الله، اگر حب تو، عشق تو نسبت الله صادقانه می بود، حتما تو اطاعت الله را می کردی و پیرو از سنت رسول الله می شدی. ان المحب لمن يحب مطيع، زیرا که هر یک عاشق به معشوقش اطاعتکار است. در حقیقت شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله با این دو بیت به نهایت یک نصیحت برای امت اسلام کردند، خصوصا برای منافقانی که میگن ما الله را دوست می‌داریم و بعد از این همیشه مخالفی احکام الله حکم میکنند، مخالفی امر الله امر میکنند، مخالفی امر و نهی الله سخن میکنند، حرام کرده های الله را حلال میشمارند و باز خود را مسلمان میگویند. نه، بل والله آنها کافرند و هیچ شکی نیست برای کافر بودن آنها و هر کسی شک کند نظر به ایمان خودش بکند. و این چنین الله سبحانه و تعالی در سوره توبه آیت 23 میگوید: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكين ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ای محمد بگو به امتانت بگو که اگر پدران شما، فرزندان شما، برادران شما، زنهای شما، خویش و تبار و دوستان شما، خویش و تبار و اقربای شما، مالهای شما که جمع نموده اید و تجارتی که کسب کرده اید و براهش گذاشته اید و این خانه ها و این قصرهایی که شما در آن زندگی میکنید به شما دوست داشته شده تر باشد از الله و رسولش و از جهاد در راه الله، پس فتربصوا، در حالت خواری و ذلت انتظار باشید تا اینکه امر الله به شما بیاید. سبحان الله. در اینجا الله سبحانه و تعالی به ما میفهماند که باید حب الله، حب لا اله الا الله، حب توحید و دینش و جهادش باید از دیگر چیزها بالا باشد. حب لا اله الا الله و حب الله و رسولش از حب پدرت، مادرت، برادرت، زنت، فرزندت، خویش و تبارت، مالهایی که جمع نموده ای و تجارتی که کسب کرده ای و این خانه های پرقیمتی که جمع کرده ای، از اینها دیده باید الله و رسولش، دینش را زیاد دوست بداری. پس سوال است ای برادرم و خواهر بزرگوارم، آیا تو به این آیت عمل می نمایی؟ آیا تو در این زندگیت در حقیقت حب الله را تحقیق نمودی؟ به تو کی عزیزتر است؟ کی دوست داشتر است؟ پدرت و مادرت، فرزندت و زنت، یا که خانه و در و این دیگر چیزهای دنیایت، یا که الله و رسولش، یا که دینش، یا که لا اله الا الله و اهلش و مؤمنین، یا که جهاد در راه الله؟ پس چی را اختیار میکنی؟ دین را، عشق دین را، محبت دین را، محبت لا اله الا الله و توحید و مؤمنین و الله و رسولش را، یا که محبت پدرت، مادرت، فرزند و برادر و زن و خویش و تبار و مالهای تجارت و قصرهایت؟ از این ذلتی که ما میبینیم، از این شکست و خواریی که امروز در بین امت اسلام میبینیم که حب مردم نسبت دنیا بالا رفت،
حب مردم نسبت پدر و مادر زیاد رفت. حب مردم نسبت فرزند و خویش و تبار زیاد رفت. مردم در حب نفس، در حب زن و فرزند و پدر مادر، در حب خویش و اطوار و پول و اموال و قصر و خانواده غلو کردند و حد را گذشتند، رخت سرخ را گذشتند، گرانیتسیا را، حدود را، سرحد را گذشتند و این دنیاشان به اونها طاغوت شد. بعضی ها نماز نمیخوانند، میگن چرا که پدرم گفت که نماز نخوان. بعضی ها به خاطر فرزندش تمام دینش را ترک کرده، بعضی به خاطر زنش، دیگرش به خاطر پول و اموال همه دروغ را میگوید، همه فریب را میگوید، به خاطر پول و اموال و خانه و قصرش تمام حرام ها را دست میزند. و بعضی به خاطر منصبش، کرسیش. پس کسی که الله را دوست می‌دارد، رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست می‌دارد، دین الله را دوست می‌دارد و در راه الله به شهادت رسیدن را دوست می‌دارد، در حقیقت این انسان کسی است که محبت واقعی دارد و نجات یافته است. الله المستعان. به این حال زاری که ما داریم در حقیقت الله المستعان. الله کمکمان بکند. پس وقتی که به این سوره توبه آیت 24 نظر میکنیم میبینیم که الله سبحانه و تعالی بین توحید و بین محبت الله، بین توحید و محبت الله و چیزی که لازم توحید است و لازم محبت الله است، جهاد، مقارنه کرده است. کسی که میگه که من الله را دوست میدارم، کسی که میگه که من موحدم، اما از شنیدن کلمه جهاد بدنش به لرزه می آید، محبتش دروغین است. از اهل ارجاء و مرجعه ضال و مضل و گمراه است. و این کلمه جهاد بود، می شود و خواهد شد. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم الله اجازه داد و تا روز قیامت خواهد ماند و این به اجماع علمای اهل سنت و الجماعت است. البته در هر یک زمان و مکان شرایط و حالت خود را دارد و البته تقسیمات خود را، هجوم و دفاع را دارد و البته وابستگی های خود را دارد، اما عموما وجود دارد، خلاف بر مرجع عصر حاضر، خلاف بر مدخلی ها. و آیت دیگر که سوره شعراء آیت 98 است، الله سبحانه و تعالی از مشرکین میگوید، قصه مشرکین را ذکر میکند و میگوید تالله ان كنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. مشرکان قسم میخوردند و میگفتند که قسم به الله، تالله یعنی الله، والله بالله تالله، ما سه نمود قسم داریم. کسی که غیر از این سه نمود قسم میخورد، این قسمش شرک است. البته شرک اکبر و اصغر به نیتش وابسته است. مشرکان قسم میخوردند و میگفتند که تالله، قسم به الله که ما از جمله گمراهانی آشکار گمراه شده بودیم، زیرا که شما را، بت‌ها و بعضی دیگر چیزها را به رب العالمین، رب عالمیان برابر کردیم، نسویکم، برابر کردیم. پس در اینجا اهل تفسیر اهل سنت و الجماعت را وقتی که نظر میکنید، علمای تفسیر در زیر این آیت میگن که در محبت برابر کردند. یعنی مشرکان در محبت الله محبت دیگر چیز را برابر کردند، یعنی در محبت دیگر چیز را به الله برابر کردند. شما برادرم و خواهر موحدم دانید که شرک در حقیقت در محبت هم شرک است. وقتی که محبت نابود می شود، بجایش بغض می آید، این کفر است، کفر عداوت است، کفر عناد است. اما وقتی که محبت الله هست، محبت دینش هست، اما در پهلوی این محبت غیر الله، محبت غیر دین الله، دین غیر الله هم وجود دارد. این محبت تسویه، محبت برابر کردن، در محبت دیگر چیز را به الله برابر کردن. ما گفتیم نه در محبت، نه در عبادت، نه در طاعت، نه در دیگر چیزها، در یگان چیز ما نباید به غیر الله رجوع بکنیم، نباید به الله چیزی را برابر بکنیم. الله سبحانه و تعالی این چنین از مشرکین نقل میکند. این دلیل ششم است که میگوید در سوره انعام آمده است، آیت 1: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. بعد آنانی که کافر شده اند به پروردگارشان، یعدلون
این کلمه یعدلون رو وقتی که به تفسیرش نظر میکنیم میبینیم که العدول بالمحبت و التعظیم، بربهم یعدلون یعنی از الله به دیگر طرف میگردند. آدم هایی که کافر شده اند به الله شرک قرار میدهند. از کدام جهت؟ با محبت و با بزرگشماری. یعنی یک چیز رو یا یک کس رو یا یک چیز دیگری رو، مزار رو، درخت رو، انسان رو، رئیس جمهوری رو، پرزیدنت رو، کسی نباشد اینقدر همون رو دوست میدارند که حتی پدر و مادر و پیامبر و غیره اینقدر دوست میدارند که از الله بزرگ میشمارند. چخیلی که صوفی های قبوریت نسبت محبت به شرک واقع شدند. اولیاشون را دوست داشتند و در آخر اولیا را به مرتبه اله رسانیدند. یا که از نظر بزرگشماری، تعظیم، بسیار مشرکان از سبب سجده کردن مشرک نمیشوند، از سبب قبر را زیارت کردن مشرک نمیشوند، در گرد قبر طواف کردن مشرک نمیشوند. از سبب بزرگ شماریدن یک کافر، یک طاغوت یا غیر الله چیزی نباشد، یک چیز را اینقدر بزرگ میشمارند که در آخر همین چیز به الله برابر میشود. الله سوال کرده است: ما لکم لا ترجون لله وقارا؟ به شما چی شد که از الله حق ترسش را به جا نمیآورید، حق بزرگیش را به جا نمیآورید و غیر الله هم مثل الله بزرگ میشمارید؟ قسم به الله، والله بالله تالله، من در این دنیا محبتم و بزرگ شماریم فقط تنها الله و الله است و این شعار هر یکی من شما باشد. محبتم، دوستداریم، ترسم و بزرگ داشتم یگانه ذات پاک الله رب العزت و الجلال است و این باید منهج هر یکی من شما شد. زمانی که ما به همین منهج رسیدیم، به همین درجه رسیدیم که یگانه الله را دوست می‌داریم و یگانه الله را بزرگ می‌شماریم، از غیر حکم الله ترک میکنیم، غیر حکم الله را ترک میکنیم، فقط به حکم الله باز میگردیم و فقط به امر الله زندگی میکنیم، الله و رسولش را دوست میداریم، قرآن و سنت به فهم سلف امت منهج ما شد، همان زمان نصرت ما هست، همان زمان پیشرفت ما هست، همان زمان عزت ما هست. اما زمانی که محبت ما به الله و غیر الله تقسیم شد، به غیر الله هم دوست داشتیم و غیر الله را هم بزرگ شماریدیم به خاطر پولش، مالش، منصبش، ریاستش و غیر ذلك، دانید که همان روز خارم و ذلیلیم و همان روز به شرک قدم زدیم. اعوذ بالله من ذلك. هفتمین دلیل از آیت قرآن این سوره زمر آیت 22 است که الله میگه: افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فاولئک القاسیة قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین. و در سوره توبه آیت 124 میگه: فاما الذين آمنوا فزادتهم ایمانا وهم یستبشرون. یعنی هر دوی این آیت دلالت میکند که بودن محبت ضرور است و محبت این شرط توحید است و وقتی که محبت نابود می شود توحید هم نابود می شود. اصل محبت وقتی که از قلب انسان نسبت الله و رسول و کلمه و دینش رفت، اصل توحید می رود. پس وقتی که توحید از قلب انسان نابود شد، محبت هم نابود می شود. وقتی که محبت الله و رسولش دانید، وقتی که محبت از قلب انسان نابود شد، محبت لا اله الا الله نابود شد، باید حتما بدانید که بجای محبت ضد محبت می آید. بغض است و بدبینی است و کراهیت است. بغض توحید. وقتی که محبت توحید ندارید، بغض توحید است. وقتی که محبت لا اله الا الله ندارید، در قلبتون خواهید نخواهید بغض لا اله الا الله است و این کفر اکبر است به اجماع علما. و این دو آیاتی که از سوره زمر 22 خوندیم و ترجمه نکردیم، آیت سوره توبه که 124 خوندیم، به شما معناش این است که الله میگه فویل للقاسیة قلوبهم من ذکر الله، وای بر حال همونها، ویل بر حال همونهایی که قلبهایشان سنگین است از ذکر الله و اونها در گمراهی آشکار هستند. در اینجا ما میبینیم که قاسیة القلوب، دلهای سنگین، کسی که در دلش محبت ندارد. پس کسی که در دلش محبت ندارد این در گمراهی مبین است و کسی که محبت را ندارد این دلالت میکند که ضد محبت در دلش بغض توحید است. بارک الله فیکم. و الله سبحانه و تعالی در سوره محمد آیت 9 میفرماید: قال الله تعالی: والذین كفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم. ببینید، و آنانی که کافر شدند فتعسا لهم و اضل اعمالهم،
و گمراهند و در عملهایشان گمراه شدند و بد باد برایشان. زیرا چرا؟ زیرا که آنها بد دیدن آنچه که الله نازل کرد و به همین سبب الله عملهای اینها را نابود کرد. یعنی الله چی نازل کرد؟ مقصد دین چیست؟ مقصد دین این توحید الوهیت است. الله رسولش را نازل کرد، قرآن را نازل کرد، رسولش را فرستاد تا که من شما در توحید الوهیت و ربوبیت و اسما و صفات که اساسش توحید الوهیت است موحد باشیم، یگانه پرست باشیم. پس کافرها بد دیدند همین چیزی نازل کرده الله را، قرآن و سنت و توحید و کلمه و اساس و مغز توحید لا اله الا الله را، و به همین خاطر عملهاشون باطل شد و کافر شدند. پس نبودن محبت یا بد دیدن توحید، وقتی که محبت نیست و توحید بد دیده می شود، این است که شرط صحت لا اله الا الله نابود شده است و این انسان کافر مرتد شده است. پس الله در سوره الزخرف آیه 78 میگه لقد جئناكم بالحق ولكن اکثركم للحق کارهون. به تحقیق ما به نزد شما، به تحقیق به شما به حق آمدیم. هر چیزی که به شما از جانب الله آمد به تحقیق حق است، شکی نیست، لا ریب فیه، شبهه نیست. ولیکن اکثری شما، بسیاری شما نسبت حق بد بیننده است، حق را بد میبیند. محبت نسبت حق ندارد، پس بد دیدن حق این کفر است. پس برادرم و خواهر بزرگوارم، این آیت ها که 10 آیت را ذکر کردیم به شما دلالت میکند که محبت شرط صحت لا اله الا الله است. وقتی که محبت نابود شد، لا اله الا الله به همین گوینده اش فایده نمیدهد و این انسان مسلمان نیست و کافر است. و ما این آیت هایی که آوریم به 2 گروه تقسیم می شود یا که 3 گروه. بعضیش ظاهرا دلالت میکرد، با نص قاطع بود و بعضیش ظاهر بود، عام بود و بعضیش به مفهوم المخالفه به شما ان شاء الله بیان گشت و دلالت میکرد. با همین این حلقه را به پایان میرسانیم و باذن الله در حلقه آینده دلیل ها از سنت را در موضوع این که محبت شرط صحت لا اله الا الله است به شما ذکر و بیان و شرح و توضیح خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.